شرق شورشیان کلاه زرد قبل از سرکوب به مدت 8 ماه میتاختند. البته روند سقوط سلسله هان آغاز گرفته بود و امپراتوری پس از آن کمر راست ننمود. در سال 189 میلادی لیو بیان امپراتور 14 ساله شاو به تاج و تخت رسید. دایی مقتدر او فرمانده کل هیجین قصد داشت با پذیرفتن ایده یوان شاو مبنی بر فرمان دادن به دانگ ژو برای حمله مخفیانه به پایتخت تمام مقامات قصر را نابود سازد و چنین بود که عصر افسانه سه برادر یا سه امپراتوری یعنی 100 سال آشوب آغاز گردید. در سال 189 بعد از میلاد دونگژو امپراتور شاو را سرنگون نمود و لیوژی پرنس چن لیو را با نام امپراتور ژیان بر تخت نشاند. دونگژو به عنوان وزیر خودخواسته کل قصر را تحت سیطره خیش داشت. او موجب خشم مقامات و بزرگان گردید و همینطور خشم تمامی ملت. به دستور اعلی حضرت تمامی مقامات باید جناب دونگ را با احترام بدرقه نمایند. جناب دونگ را محترمانه بدرقه می نماییم. پایان مراسم، دربار آزاد. قربان، امروز روز تولد عالی جناب وانگیونگ وزیر کشور، ایشون ضیافتی در خانه خود ترتیب دادن و شما هم دعوت شدید. دونگژو هم دعوت شده؟ بله. که اینطور اطلاع بده که ما در ضیافت شرکت میکنیم و حتما میاییم. بله. بریم.
چی شده؟ جناب سام، من مدت خیلی زیادی انتظار کشیدم. هنوزم پیغامی برای من نداری؟ قبلا برای همه چیزهایی نجوا می کردی ولی به من چیزی نگفتی. تو قصد تمسخر منو داری؟ جناب استاد، همونطور که مشخصه جناب وانگ کسانی رو به ضیافتشون دعوت کردن که از مقامات امپراتور مرحوم بودن. فکر میکنم هدف جناب وانگ از این ضیافت صبر کنید جناب یوان. سامنگه قربان ما رو ببخشید. خدا حافظ، برید. خدا حافظ. مگه ما در یک دربار همکار نیستیم؟ گویا عده‌ای از همراهی من احساس شرم میکنن. تو چقدر تیزبین هستی منگده. نظر لطف شماست. اگه جناب استاد ناراحت نمیشن مدتی با هم همراه بشیم. هر طور مایلی، بریم. جناب استاد، امروز روز تولد وزیر کشور وانگه. تو علاوه بر تیزبین بودن گوشهای بسیار تیزی هم داری. جناب استاد، به نظر شما چرا کسانی که دعوت وزیر کشور رو به اطلاع سایرین میرسونن از من دعوت نکردن؟ میدونیم برای خادمین امپراتور مرحوم بیش از هر شخص دیگری احترام قائلم، به ویژه وزیر کشور. خب قبل از اینکه جواب تو بدم بذار سوالی از تو بپرسم. بپرسید لطفاً. همونطور که گفتی وزیر کشور همه رو دعوت کرده، پس چرا تو رو دعوت نکرده سامنگده؟ سوال خوبیه. اگه به نظر سوال خوبیه منتظر جواب خوبی هم هستم. فکر میکنم دلیلش اینه که بقیه همه از خاندان اشراف بوده و نسلها در خدمت حکومت بودن، ولی ساوساو از دید دیگران متعلق به یک خانواده پست دونپایه است. چون این فرد بی اصل و نسبی چطور میتونه با شما اشراف نشست و برخاست کنه؟ چقدر جالب که در قالب این کلمات حرفاتو بیان میکنی. ولی خب فقط این نیست ها. جناب یوان، شما واقعا میخواین همه چیز رو بگم؟ بله، تو خواستی همراهیم کنی. اگه نتونیم روی مسیر توافق کنیم همراه بودن چه فایده ای داره؟ بسیار خوب، پس خدمتتون میگم. دعوت شدگان مقاماتی هستن که در دوره قبل خدمت میکردن، ضمن اینکه بخشی از وفاداران به امپراتور تحت رهبری وانگ یون هم هستن. اما از دید شما من ساوساو مردی بدکردار هستم، نوکر صفتی که به یک تبهکار تعظیم میکنم. خب پس چرا حرفتو قطع کردی؟ چرا ادامه نمیدی؟ چه شد که تعظیم کردی؟ بگو نوکر چه کسی هستی؟ تبهکاری که در خدمتش هستی چه کسی؟ تبهکار کشور دونگجو! ساکت باش، ساکت باش! چیه جناب یوان؟ مگه این دشمن ملی مورد نفرت شما وزرای قدیمی نیست؟ مگه تمام فکر شما رو اشغال نکرده؟ پس چرا جرأت نمی کنید اسمشو بلند بگید، اون هم در روز روشن و در قصر امپراتوری؟ مگه شما تالار امپراتوری رو مکانی گرانقدر نمیدونید؟ یک مشت وزیر صرفاً چاپلوس و بی ارزه، همه از ترس فقط سکوت کرده و وحشت زدن. حالا خوب میفهمیم چه کسی شریفه و چه کسی از طبقه عوام. همین حالا نشون دادید که این واژه ها فقط به جایگاه اجتماعی افراد اشاره ندارن. یک عطسه کوچک میتونه این به اصطلاح اشراف رو تبدیل کنه به یک مشت ابله ترسو. تو بفرمایید لطفاً. بفرمایید، خواهش. بفرمایید از این طرف. مراقب باشید. این طرف بابا. تولد 60 سالگی شما رو تبریک میگم جناب. متشکرم. از این طرف لطفاً. ممنون. خوش اومدید. خوش اومدید. بفرمایید، خواهش میکنم.
همه میهمان ها آمدن؟ بله قربان، تمام میهمانان آمدن و کسی غایب نیست قربان. خوبه. دروازه رو ببندید، فانوس ها رو خاموش و موسیقی رو قطع کنید. گشتی های جلاد و هوشیار نکنید. اطاعت. لیوه چیه؟ 60 سالگی شما مبارک جناب وانگ. درو باز کنید. ارباب، مردی که مدعی ساو فرمانده سوار نظامه بدون دعوت اومده و مصر به شما تبریک بگه. ساو؟ این ساو من چقدر گستاخه. واقعا که موجود بی شرمیه. وقتی دونگژو وارد پایتخت شد، ساو با این تبهکار همدست و همکار شد. در واقع مایه ننگ تمام مقامات این کشوره. درسته، از همون ابتدا که شروع کرد هر روز به دیدن این تبهکار میرفت. ولی حالا چی؟ حالا روزی 2 بار میره و هر جا که میره دنبالش هست. به واقع نوکر دست به سینه وزیره. فکر کنم بهتره بره و پسرخنده دونگژو بشه. جناب وزیر، ساو حتما اومده که چیزی بشنوه و برای دونگژو خبر ببره. نیازی نیست. به نظر نمیرسه که ساو نوکر دست به سینه دونگژو باشه. لااقل نمیخواد همیشه نوکر باشه. ساو همیشه یک جاه طلب بوده. شاید فردی متملق به نظر برسه، ولی جاه طلبیشو پنهان میکنه. شاید دستیاری مطمئن دیده بشه، ولی خب احتمالا نیات دیگری در سر داره. درسته. برگردیم به موضوع. واضح گفته برای عرض تبریک به من آمده و من نمیتونم کسی رو که برای تبریک به من آمده برگردونم. شما بله. صندلی دیگری اونجا کنار در بگذارید و یک میز کوچک برای پذیرایی تا ساو در ضیافت شرکت کنه. اطاعت. جناب ساو، جناب وانگ شما رو به ضیافت دعوت کردن. پس بریم. بله، لطفاً از این طرف. جناب وانگ، 60مین سال تولد شما رو صمیمانه تبریک عرض میکنم. سپاسگزارم. حالا لطفاً بنشینید. تشکر به خاطر جام. لیوه چیه؟列位，今天并不是老夫的生日，相反。 آیان امروز روز تولد من نیست، بلکه برعکس امروز روز مرگ منه. همه شما را به بهانه روز تولدم به خانم دعوت کردم، چون میخواستم بگم سلسله بزرگان که 400 سال قدمت داره به پایان خودش نزدیک میشه. امپراتوری مزمحل شده.
و دیگه شکوهی نداره. میراث نیاکانی ما ویران شده و شرارت بر کشور حاکمه. امپراتور ما تحقیر شده و مقامات شرمگین هستند. در پایتخت دونگجوی شرور به دربار زور میگه و سرداران جنگ کشور رو به هم میریزن. افسوس که نزاکت و اخلاق دیگه رعایت نمیشه. چه دلهایی که سرشار از اندوه شده. مهمتر این که دونگجو ارشا وارد قصر میشه، روی تخت امپراتور میخوابه و به مقام امپراتور و نیاکان ما توهین میکنه. اون با حیوان فرقی نمیکنه. ساو تو چرا میخندی؟ میخندم چون شما همه مرد هستین ولی مثل زنها عمل میکنید. فکر میکنید اگه تا شبم گریه کنید دونگجو از گریه شما خواهد مرد؟ بگو تو کی هستی که اینطور حرف میزنی؟ زیاد باهوش نیستم ولی راحت میتونم سر دونگجو رو بالای دروازه قصر نصب کنم. نگهبان هوب، سریع این مرد بیشرم یعنی آهمنساو رو از این تالار رو از این خانه بیرون کنید. صبر کنید جناب وزیر، حرف دیگری هم دارم. بگو. شما گرچه پیر و لجبازید ولی مهمانی خوبی دادید. چطوره که یک مرد یک دنده‌ای مثل شما چون این مراسم خوبی گرفته؟ خیلی حیفه. خیلی بندازیدش بیرون. خیلی حیفه ولی چه جشن خوبی. بندازیدش بیرون. نالاگه. زود باش، برو بیرون. برو. ترسوا ترسوا ترسوا. سردار ساو لطفاً بمونی. سردار ساو؟ در یه چشم به هم زدن آهمنساو دوباره شد سردار ساو؟ چقدر دمدمی و چقدر ریاکاری خدمتکار. چی کار داری؟ بگو ببینم. سردار ساو، ارباب من خواستن که صمیمانه از شما عذرخواهی کنم قربان. گفتن عده زیادی در ضیافت حضور دارن. صحبت درباره بریدن سر دونگجو چندان کار عاقلانه‌ای نبوده. بنابراین وانمود کردن عصبانی هستن و خواستن شما رو بیرون کنیم. این کار برای حفظ جون شما هم بوده قربان. لطفاً در کتابخونه منتظر باشید. همه میهمانان که رفتن ارباب شخصا از شما عذرخواهی خواهند کرد. از جناب وانگ بعید نیست. بسیار خوب، در کتابخونه منتظر خواهم موند ولی کمی غذا بیاری تا من بخورم. گرسنه‌ام آخه. بله حتما اطاعت. برادر منگده. برادر منگده، ببخشید که اینجا منتظر موندید. لطفاً پوزش قلبی منو بپذیرید. جناب وزیر بسیار مؤدب هستید. ببینم بقیه وزرا رفتن؟ بله الان رفتند. افراد زیادی در ضیافت بودن. صحبت کردن چندان راحت نبود. میخوام بدونم طرحی برای حذف این شرور داری؟ البته. لطفاً بفرمایید. بله. من ساو آدمی نیستم که به خاطر ثروت به کشورم خیانت کنم و وعده های بی اساس هم نمیدم. دیگر وزرای ضیافت متوجه منظورم نشدن. به اون شرور برای اینکه بکشمش تعظیم میکنم.
چطور بکشیش؟ قربان، من اعتماد دونگژو رو کامل جلب کردم. گرچه از قصرش سخت محافظت میشه و همیشه عده‌ای نگهبانی میدن، من بدون اینکه اعلام بشه وارد تالار داخلی میشم. دونگژو همیشه زیر رداش زره میپوشه و باید بگم سلاح معمولی بهش کارگر نیست. نمیدونم واقعی بهار قبلو که وفو با شمشیری تیز به دونگژو ضربه زد به یاد دارید یا نه؟ چون شمشیرش از زره عبور نکرد تلاشش بی نتیجه موند و کل خانوادش نابود شد. پس برادر منگه میخوای بگی که شنیدم شما در خونتون میراثی به اسم خنجر 7 ستاره دارید، به قدری تیزه که از فلز و سنگم عبور میکنه. این درسته؟ اگه این خنجر رو به من قرض بدین داوطلب میشم پنهانش کنم و به کاخ وزیر برم. به دونگژو نزدیک میشم و در فرصتی مناسب به راحتی میکشمش. اون بمیره سربازان ژیلیانگ بدون فرمانده پراکنده میشن. اون وقت صلح و آرامش راحت برقرار میشه. در خانه خود وزیر؟ ولی در این صورت شما برادر منگه زنده به اینجا باز نخواهی گشت. چرا باید یک قهرمان که دنبال نجات کشورش نگران جان خودش باشه؟ میتونم سر دونگژو رو بالای قصر نصب کنم و اسمم تا ابد در تاریخ ثبت بشه. اگه نتونم به جاش سر من بالای دروازه قصر قرار میگیره. به هر حال با کمال میل قبول میکنم. سامنگه سردار سو، اگه از شر این اهریمن خلاص بشی یقیناً عملی عالی خواهد بود که تا قرنها در خاطره همگان باقی خواهد ماند. حالا سرنوشت 400 ساله هان در دستان تو قرار داره برادر منگه. خنجر رو بر میدارم. صبر کن برادر منگه، فکر کردی اون خنجر 7 ستاره است؟ یعنی این خنجر نیست؟ منتظر باش. این قراره بهترین خنجر دنیا باشه ولی ظاهرش بسیار ساده و معمولیه. نباید در مورد گنجینه های واقعی گول ظاهر رو خورد. ظرف 3 روز این خنجر خونالود شده و در تاریخ ثبت میشه. سرنوشت 400 ساله سلسله هان در دستان تو سردار سو. فرمانده سوار نظام ساو برای ادای احترام آمدم. از این طرف بازرسی نمی کنید که اسلحه‌ای همراه نداشته باشم؟ این برای غریبه هاست. شما بفرمایید قربان. جناب وزیر، منو ببخشید که دیر آمدم.
آمدی منگده؟ خوبه، بیا بیا بیا. منگده، خب بذار معرفیت کنم. این پسرخوانده من لوبوه، ملقب به فنگژیان. تازه با افرادش از ژیلیانگ به اینجا بازگشته. باید بگم من مدت هاست شما رو میشناسم. گفته میشه برترین مردان لوبوس و برترین اسب‌ها هم رتره، و اینکه با مهارتی که در استفاده از نیزه 3 سر دارید، جنگجویی بی بدیل و شکست ناپذیرید قربان. فنگژیان، شنیدی؟ باید گفت منگده در استفاده از کلمات واقعا بی‌نظیره. منگده، شما مبالغه میکنید. خب منگده، چرا دیر کردی؟ من نصف روزو منتظرت بودم. اسب من نحیف و ضعیفه، برای این دیر کردم. پوزش میخوام. مگه تو فرمانده سوار نظام نیستی؟ چرا یه اسب خوب نداری؟ شاید عالی جناب مطلع نباشن. در آغاز بهار خشک سالی بود. در پایتخت برنج برای مردم و علوفه برای اسب‌ها بسیار کمیابه. اسب من از گرسنگی نزدیک به مرگ قربان. نه این درست نیست، نه درست نیست. بقیه گرسنه باشن ولی نه اسب تو ساو منگده. برای من چند اسب خوب از ژیلیانگ رسیده. فنگژیان، برو شخصا اسب خوب برای منگده انتخاب کن و بیار. اطاعت. سپاسگزارم. ممنون عالی جناب. منگده بیا دیگه، بیا کمی گپ بزنیم، بیا. ها؟ بنشین. منگده، بذار بپرسم، تو یوان شاو یوان بنچو رو خوب میشناسی؟ یوان بنچو رو از جوانی میشناسم. موقعیت اجتماعیش با من فرق داره. یوان شاو لعنتی، باید وقتی به پایتخت رسیدم حسابشون میرسیدم، ولی موقعیتش نگرانم کرد. خوشقلبی نشون دادم و گذاشتم پسرک از پایتخت فرار کنه. انتظار نداشتم که تمام 18 خان رو علیه من بسیج کنه. 18 خان رو. عالی جناب، نگران نباشید. یوان شاو در حد شهرتش نیست. ضمن اینکه 18 خان هم هماورد سپاه ژیلیانگ نخواهند شد. کافی سردار لوبو رو با 30,000 سوار بفرستید. یقینا پیروز خواهید شد. حتما. من علاوه بر فنگژیان سردار لیچو و سردار گوهسیر هم دارم. اینا هم سردارانی شجاع و بی همتو هستن. اونا 18 خان رو درست مثل گوسفند سلاخی خواهند کرد. به نظر من مهمترین عامل خود شما هستید عالی جناب. شما سپاه رو مثل هانژین و کشور رو مثل ژیاوهی رهبری میکنید. در تمام دوران 400 ساله سلسله هان هرگز شخصی رو که در همه زمینه ها مهارت داشته باشه نداشتیم قربان. ساو منگده. ساو منگده، حرفای تو واقعا خوشحالم میکنه. منگده، حالا میخوام چیز دیگه ای ازت بپرسم. بفرمایید قربان. میدونم وزرا با وجودی که ظاهرا به من احترام میذارن قلباً ازم متنفرن. به قدری نفرت دارن که میخوان سر منو از دروازه شهر آویزون کنن. ها؟ شما با این وزرا آشنا هستی. میخوام بدونم بعد از اینکه یوان شاو سپاهش رو جمع کرد از هیچ کدوم رفتار عجیب ندیدی؟ راستش چیزی مشخص نبود. پریشب 60مین سال تولد وزیر کشور وانگ بود. وزرا به ضیافت دعوت شده بودند. من بی دعوت رفتم. میخواستم از طرف شما کسب خبر کنم، ولی دور از انتظار بیرونم کردن. این افراد واقعا بی خودن. با حقوقی که میگیرن چاق و تنبل شدن. و غیر از نفرین کردن من هیچ توانایی دیگه ای ندارن. به قدری ازشون بیزارم که حاضرم سرشون رو قطع کنم.
میخوام از دروازه‌های شهر آویزونشون کنم تا عبرت سایرین بشن. اشتباه عالی جناب. این جور آدما ارزش این نمایشو ندارن. نمایش؟ درسته. ارزش ندارن. این کار براشون تشویقه. آره تشویق. این لیو یانگ خیلی بهتر از ژیلیانگه، درسته مگه نه؟ خب هنوز تابستون نرسیده ولی من حسابی گرمم شده. مینگده؟ بله. من میرم قدری تو اتاقم دراز بکشم. مراقب باشید عالی جناب. عالی جناب. عالی جناب. مینگده چه میکنی؟ عالی جناب. اخیراً به گنجینه ای دست پیدا کردم. خنجر 7 ستاره. فکر کردم من شایسته چون این چیز ارزشمندی نیستم و میدونم شما اسلحه جمع میکنید. بریم. مایلم اینو به شما هدیه کنم. بده نگاه کنم ببینم. این یه خنجر معمولیه نه؟ خیلی هم معمولیه. چرا میگی با ارزشه؟ اجازه هست امتحانش کنم؟ باور نمی کنم این عجیب ترین خنجر در دنیاست. عالیه. این فوق‌العاده است. و برازنده چه کسی جز یک فرمانروای عاقل و کاردان چون شما؟ این گنجینه برازنده شماست عالی جناب. مینگده باید بگم واقعا به من وفادار هستی. من از تو سپاسگزارم. کاش میتونستم محبت‌های شما رو جبران کنم قربان. سردار لو چی شده؟ مینگده
فراموش کردین؟ آری جناب خواستن اسب خوبی به شما بدم. خب این اسب چطوره؟ خودم انتخابش کردم. یه اسب آری از ژیلیانگه، میتونه روزی 50 فرسنگ بدوه. چه اسب خوبی، برای من زیاد نیست قربان. شکست نفسی میکنید. شما سزاوارش هستید. میشه امتحانش کنم؟ بله. برادر منگده، این اسب چموشه. اگه میخواین رام بشه باید قدرتتون رو بهش نشون بدین. چرا سرش داد نمیکشین؟ هی! برو! 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 هی! هی! پدر؟ فنگ جیان، ساو رو ندیدی؟ بیرون قصر دیدمش. طبق خواستتون اسب خوبی بهش دادم. مشتاق بود امتحانش کنه. دور قصر میتازه. فنگ جیان، ساو این خنجر ارزشمند رو به من داد. ببین، این خنجر واقعا چیز با ارزشیه. فلز رو مثل پنیر میبره، فقط با یک ضربه. میبینی؟ آینه برنز رو با یک ضربه برید. این خنجر بی نظیریه، واقعا تکه. پدر، میشه خنجر رو بدیم ببینم؟ این عالیه، فوق العاده است. ساو گفت خنجر 7 ستاره است. 7 ستاره؟ پدر، شنیدم وزیر کشور وانگ یونگ خنجر 7 ستاره داره که میراث اجدادیشه. یعنی این همون خنجره؟ وانگ یونگ؟ اوه، ساو گفت رفته بوده تولد وانگ یونگ رو بهش تبریک بگه، ولی وانگ یونگ بیرونش کرده. پس چرا اون باید همچین خنجری رو که میراث اجدادیشه به اون بده؟ چرا؟ ساو برای کشتن من اومده بود. پدر، اینقدر بدبین نباشی. بدبین؟ چی میگی؟ این روزا بدبینی جان منو نجات میده پسر. اگه آدم کشی بخواد نزدیکم بشه، حسم بهم میگه. حالا که فکرشو میکنم میبینم وحشت کرده بود. خنجر رو که بهم میداد دستاش کمی میلرزید. بعدم اگه صداقت داشت چرا همون اول که اومد خنجر رو به من نداد؟ چرا صبر کرد تا من بخوابم و بعد اونو بهم بده؟ اگه انعکاس نور در آینه برنزی باعث نشده بود که بیدار بشم، حتما این خنجر در پشت من فرو میرفت و الان دیگه زنده نبودم. ساو چون من بیدار شدم اینطور وانمود کرد که به اینجا اومده و میخواد خنجر رو به من هدیه کنه. ها افراد، علی جناب، ساو رو بیارید اینجا. اطاعت. برو 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 برو. پیاسی سریع برای بازرسی پیاده شید. فرمانده سوار نظام ساو هستم. علی جناب دستور مهمی به من دادن، کنار برید. اما قبلش باید مدارکتون رو ببینم. خیلی فوریه، باعث تأخیر در اجرای فرمان میشی. نگران سر خودت نیستی؟ برو کنار. های! خبر دارم علی جناب، همین الان قاصدی با فرمان فوری شما از دروازه شرقی بیرون رفت. خواستم مطمئن شم فرمان از طرف شما بوده. چه کسی بوده؟ گفت فرمانده سوار نظام ساوه. اون آدم کشه، اون یک جانیه. ساو برای کشتن من اومده بوده. فوراً 5000 نفر رو برای دستگیری ساو میفرستید. فوراً. اطاعت. پدر، لطفاً اجازه بدین من برای دستگیری ساو برم. فنگ جیان،
از این خنجر خوشت اومده نه؟ نه پدر، نمیتونم. از تو پرسیدم از خنجر خوشت اومده یا نه؟ صادقانه بگو خوشت اومده؟ بله، ولی پدر... پس این خنجر مال توه، اما من درخواستی از تو دارم. باید شخصا و با این خنجر سر ساو رو از بدن جدا کنی. حتما.